تمام دیگه ای نکنین اسامدین. بیا علی جان بیا بریم. دمای هوا هم او قدر گرم نیست. هوا سلخینه لیکن تمامی بگیم گرد اطراف تمامی جاها را یک هوای پر از چنگ فرا گرفتگی. این در نفرایی که بیماری های راه های نفس دارن ضرر آوره. ما میریم همراه بچه ها با سوال جواب ادامه میدیم. هرچند نوار دراز هم شوه لیکن فکر میکنم یک نوار جالب برای شما و برای ما خواهد شد. راستی گپ ما میدونستم که اسامدین سطح دانشش خوبه لیکن تا این درجه اعتماد و باوری نداشتم که اسامدین به همه سوالا پره و دقیق جواب میگردونه. بازی میایم با دوام میتیم. میگذاریم در قسم سوال جواب همراه اسامدین. از زبان‌های خارجی به کدامش توجه داری؟ با روسی. روسی؟ زبان روسی را توجه میکنی؟ انگلیسی را هم توجه داری؟ ای روسی از سوال. مادر. ماما. ماما. پدر. پاپا. پاپا. بابا. ددوشکا. باز شما نوبتی دیدوشکا دارین. خب از زبان روسی خیلی دیگر سوال نمیتونم. از الفابتی زبان روسی هم میدونی؟ اما الف با شو میدونی ها؟ با کدام الف با را میدونی؟ الف بای عربی، فارسی، تاجیکی، روسی، انگلیسی. در مجموع چند الفابت هم میدونی؟ اما الف با را 5 تا. الف بای زبان عربی را از یاد میدونی؟ کو الف ب ت س ج ه خ دال زال ر ز سین شین صاد ضاد اتقی ازغی عین غین. کافی بس. الف بای فارسی چی؟ در الفبای فارسی 32 حرف موجود است. اینش هم میدونم. میدونی؟ الف ب پ ت س ج چ ه خ دال زال ر ز سین شین صاد ضاد اتقی ازغی عین غین فا قاف کاف گاف لام. بس. خب الف بای فارسی از الف بای عربی چی فرقی داره؟ چی تفاوتی در بین؟ در الفبای فارسی 32 حرف است و در الفبای عربی 28 حرف می باشد. خب کدام حرف‌ها در زبان عربی نیستند؟ حرف‌های پ، ژ، چ، چیم، گاف. 4 حرف. خب با خط فارسی با حرف‌های فارسی نویسنده و خونده میتونی؟ دقیق. خب مشکلی نداری؟ نه. با الفبای عربی چی؟ خونده میتونم، نوشته کمتر مشکل است. میتونی نویسنده و مشکلی قطعی؟ مشکلی قطعی. آفرین. کی درس میده از الفبای نیوگان در مکتب؟ معلم فضلو. یونسوف. یونسوف فضلو. آفرین. تشکر با استاد یونسوف فضلو برای تربیت چنین یک شاگرد. باز سوال از کدام فن با ما سوال بتون؟ کو بگین شما ما کدام فن سوالش بتون؟ ای گیوگرافی. علی جان ای گیوگرافی سوال بته باتن میگم روز گپ خسته شدم. گیوگرافی نمیتونی سوال بدم. نمیتونی. میتونی اصلا گیوگرافی چیست؟ گیوگرافی از کلمه یونانی گیو زمین، گرافو میکشم مینویسم گرفته شده است. در جهان چند قطعه است؟ در جهان 6 قطعه. در جهان 6 قطعه است. قطعه آسیا، اروپا، افریقا، امریکا، انتارکتیدا و استرالیا. خب در کره زمین چقدر اهالی زندگی میکنه؟ همین ربط داره با گیوگرافیا؟ در کره زمین 7.5 میلیارد آدم زندگی میکنه. 7.5 میلیارد آدم زندگی میکنه.
خب شهر دولت خردترین دنیا دولت خردترین دنیا واتیکان است. واتیکان پایتختش چیه؟ پایتختش همین از حسابی که وای خرد است همین پایتخت نداره. پایتخت چمو شهر واتیکان خودشه. از همه کلانترین دولت از روی مساحت روسیه. روسیه پایتخت مسکو. شهر مسکو. 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 در دوم جا در دوم جا کانادا. کانادا. دقیق. در سوم جا امریکا. امریکا. در سوم جا امریکا. خب پایتخت امریکا شهری واشنگتن. واشنگتن. پایتخت فرانسه پاریس. پایتخت تاجیکستان شهری دوشنبه. شهری دوشنبه. پایتخت قرقیزستان شهری بیشکک. شهری بیشکک. شهری دوشنبه پایتخت کدام دولت است؟ دولت تاجیکستان. تاشکند پایتخت کدام دولت است؟ از دولت ازبکستان. دولت ترکمنستان پایتخت کدام شهر است؟ اشخاباد. اشخاباد. در آینده کی شدن میخواهی؟ طبیب. طبیب؟ ابن سینا را میدونی؟ ابن سینا چی کاره بود؟ فیلسوف، دانشمند و همین ابن سینا هم با همین علم طب خیلی شوق و رغبت زیاد داشت. شوق و رغبت یعنی که عالم بود. عالم بود. یگون شعر میدونی از ابوعلی ابن سینا؟ از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل هر بند گشوده شد مگر بند اجل. قنداتونو بزنین. کی تولد شد دیگه ابوعلی ابن سینا؟ ابوعلی ابن سینا سال 930. 930. خب تشکر. تشکر. خب باز از کدام فن مفترض سوال بتم؟ از تاریخ سوال دادیم. قدری گذشته در سوال دادیم ای تاریخ. از گیومتری. گیومتری چیست؟ گیومتری از کلمه یونانی گیو زمین و متری چنگ‌کنی میباشد. میباشد. بعد یگون تعریف بگو یگون قاعده کو ای گیومتری بگو. اساسگذاری همین علم همین گیومتری اوکلید میباشد. کتاب اوکلید ابتدا نام دارد و کنجها 4 خیل میشوند. کنج راست، کنج گشاد، کنج تیز و کنج کند. کنج کند. باز چی؟ باز نقطه با گفتی اوکلید مفهوم نقطه چیزی می باشد که سمت ها ندارد. سمت ندارد نه؟ خط این بردارد و درازی نه. بردارد درازی نه. اویدی استرونومیا چی یگون معلومات داری؟ در مکتب میانه میخونین؟ استرونومیا ما صنف هفته نمیخونیم. از کدام صنف سر میشه؟ از صنف 8 9 10 8 یا 10 یا 11 یعنی صنف بالایی ده. خود شما صنف ابتدایی از استرونومیا معلومات نداری. باز از کدام فن زوولوژی میخونین؟ زوولوژی از کلمه یونانی زو حیوان و لوگوس علم گرفته شده است. اساسگذارش ارسطو یا اریستوتلیس می باشد. در زمان ارسطو 500 نمودی حیوان موجود بود و آنها را به 2 گروه خوندار و بیخون یا ستون مهره داران یا بی ستون مهره داخل میکردند و در حالا باشد در دنیا 2 میلیون نمودی حیوان زندگی میکنند. خب از دین بپرسیم. از دین اسلام یگون چی میدونی از دین؟ خب حضرت محمد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام کی بود؟ حضرت محمد سالهای زندگیش سال 570 و 632 می باشد و در سن 40 سالگی همین اسلام رو پخش میکند. پهن میکند. دین اسلام سال 610 و در عصر 7 پیدا شده است. اسلام معنیش یعنی تسلیم شونده می باشد. تسلیم شونده می باشد. از تاریخ میدونی؟
آفرین. در کتاب‌های تاریخ هست نه؟ کتابی تاریخ ده اسامدین میدونید هم. زور گپ نیست. یک سوال دیگر از دین، بینای مسلمانی را میدونی؟ در همین دین اسلام 5 بینای مسلمانی است. یکم کلمه شهادت را دانستن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دوم نماز خواندن، سوم روزه داشتن، چهارم زکات مال دادن و پنجم اگر زورت رسد به حج رفتن. به حج خانه کعبه. خب اگر که دارایی باشه، مال داشته باشی، پولدار باشی، یک بار باید برای. خب روزه چی؟ خیلی باید دویم روزه بگیری؟ نه، روزه را در ماه شریف رمضان نگیری. اگر بیمار باشی چی؟ بیمار باشی نمیگیری روزه را. بعد پس اون با میگیریش یا نمیگیریش؟ قرض میگیری؟ آفرین، تشکر. خب حضرت محمد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام در کجا تولدیدگی ای؟ در همین عربستان میشوه. ایره در کجا میخونی شما؟ کی یاد است؟ یا در تاریخ. در تاریخ خونده یا؟ در صنف 6. در تاریخ بعد همی بینای مسلمانی همی است؟ در تاریخ نویسندهش نگه در کتاب؟ در تاریخ است. خب سوره میدونی ای کتاب قرآن؟ در کتاب قرآن 114 سوره است. 114 سوره. خب سوره از همه در اول ترینش کدومه؟ اول با ترتیب اگر گیم سوره اول در قرآن نکردیم این سوره فاتحه است. سوره فاتحه است. سوره که آخر است چی؟ از روی ترتیب این سوره ناس. آخری از روی ترتیب. خب سوره کلانترین کدوم سوره؟ سوره بقره. سوره بقره از چند آیت عبارت است؟ 286. 286. آفرین. خب گل بیار. ایرا عملی بافتی؟ سوالویم خسته نکردن؟ نه. تماشابینای عزیز و شما هم دیدین، شما هم در نوار تماشا کردین، گوش کردین که مردم کوهستان مردم بدانش نیست، مردم بی فرهنگ نیست، مردم بی آداب نیست، مردم جسور هستند، مردم ناترس هستند، مردم دلیر هستند و در برابر این مردم بسواد و مردم بدانش هستند. خب دیگر تشکر از شما علی جان، اسامدین و اسامدین. خب خیلی که وعده کردیم ما اسامدین 20 سومان میتیم دیگه، 20 سومان زیادش نمیتیم، بس شای خونده است، برای خودش خونده است. خب وزیر بخف این دو تا دستمای سرخ لاله بیا. تشکر برای یک صحبت خیلی جالب، برای یک بگیم جواب سوالای ما که پیچیده بدن، جوابای خوب دادیم، ما را قانع کردیم. تشکر. و بیننده های عزیز در همینجا برنامه ما به پایان میرسه، ما پای مال چهارم میشیم دیگه. باز خدا خواسته باشه برای شما نوار میکنیم. در امان خدا باشین، خدا نگهبانتون باشه.